یکی از ساکنان جماعت واروخ روز 7 میلیون در نواری که به رادیو آزادی فرستاد گفت به شکم و گردن گاوش 4 دفعه کار زدن و جانور دیگر به خود نمی آید. اقبال الیازاده سخنگوی حکومت اسفره میگوید حادثه 4 میلیون در چراگاه پلی آفتابرویی واروخ در نزدیکی مرز با قرقیزستان رخ داده است. به قول او چراگاه به حدود تاجیکستان تعلق دارد. یک عضو کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان نیز به ذکر نامش گفت پلی آفتابرویی قطعه بحثی به شمار نمی رود. مقامات سرحدبانی قرقیزستان خبری حمله به چاروای مردمی واروخ را بی اساس نامیده، گفتند مسئله موردی بررسی جانبها قرار گرفت ولی طرف تاجیکستان هیچ شکایتی نکرد. پس از اظهار نظر نماینده خدمات مرزبانی قرقیزستان به اقبال الیازاده سخنگوی حکومت اسفره مراجعه کردیم. وی گفت در ویدیو روشن دیده می شود که سرحدبانان قرقیزستان 9 گاو ساکنان واروخ را زخمی کردند. و میگد به هر گپی گفتم مسئولیت دارم، مردم واروخ گاوهای خود را که چاک نمی کنند. ساکنان واروخ میگویند بار دوم است که با چنین طرز به چاروای آنها حمله صورت میگیرد. سال گذشته هم در آخرهای ماه می به بدن گاوها چند ضربه کارد زدند و حتی پایهایشان را شکسته بودند، نقل کرد داملا مقامدین امام خطیب مسجد واروخ. به قول او حادثه های اخیر در مرز با قرقیزستان یکی پی دیگری رخ داده و وضع را پیچیده و ساکنان را نگران کرده است. یک روز پیش از حمله به چاروا میان ساکنان اقصای و ماموران میلیسی واروخ هم جنجال سر زده بود. تقریبا 1 سال پیش در همین چهارراهی تنگی واروخ اسفره و اقصای قرقیزستان دیدار رهبران تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفته بود. در آن ملاقات رهبران دو کشور به تیزانیدن روند تعیین مرزها تاکید کرده و ذکر نمودند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می‌دهیم. اما طوری ساکنان هر دو طرف مرز نقل می‌کنند در 1 سالی که گذشت نه اینکه پارچه از قطعه بحث تعیین و علامت گذاری نشد، بلکه مناقشه ها در منطقه‌های مرزی افزوده است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا هر سری چند وقت شاهد مناقشه میان ساکنان نزد مرزی می شود که بعضا مرزبانان نیز به آن همراه می شوند. جنجال و تیراندازی در منطقه بحثی برای آب و زمین و چراگاه به خونریزی می انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون همگی 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز بکشند.